شاید برای شما هم پیش اومده باشه مشتری به شما مراجعه کرده و برای درمان شوره‌هاش خواستین که کار اسکراپ اسکالپ انجام بدین، ولی دیدین انقدر این شوره‌ها چربن و به کف سر چسبیدن که شما شاید با یک جلسه اسکراپ اسکالپ نتونید این شوره‌ها رو از بین ببرید. ببینید دوستان، زمانی که شوره چرب درمان نشه و این لایه ها هی روی هم انباشته بشن، تبدیل به بیماری درماتیت سبورئیک میشه. ما دو نوع درماتیت داریم در موی کف سر انسان به اسم درماتیت سبورئیک و درماتیت آتوپیک. کاری به درماتیت آتوپیک نداریم، ولی درماتیت سبورئیک نوع پیشرفته شوره چرب هستش. پس اگر کلاینتتون کف سرش خیلی خیلی پوشیده شده بود از شوره های چرب، بدونید که دیگه این یک شوره معمولی نیست و تبدیل به بیماری درماتیت شده و حتما باید به پزشک مراجعه بکنن.